ننه رضا باز چی شده؟ 2 روز بذار به حال خودم باشم، اومدم جا رفیقام. بگو چی شده؟ آقای محمد عروس دیشب 10 تا از ظرفا رو شکسته. عیب نداره، بلی میسپارم شب جمعه به جای 1 بار 10 بار بکنه، این که جوش زدن نداره. چون روزه هستن دروغ نباشه 5 تاشو خودم شکستم. شب جمعه هم نزدیک، تو هم بیا تلافی کن. بذار برم داروخونه ببینم کاندوم با طعم فلفل ندارن اینا. بابای محمد کاندوم فلفلی برای چی میخوای؟ آخه بچه ها رو به همین روش از شیر میگیرن، منم شاید بتونم تو رو از کیر بگیرم. ننه رضا باز چی شده؟ 2 روز بذار به حال خودم باشم، اومدم جا رفیقام. بگو چی شده؟